با سلام دوباره دوستان، میخوایم امروز واسهتون پره برنجی رو در بیاریم. در آوردن پره برنجی رو بهتون نشون بدم و تعویض پیروفنه. ببخشید دوستان، میز کار ما شلوغه، معذرت. اول برنجی رو گرم میکنیم، لازم اول پمپ رو باز میکنیم، کلهش رو باز میکنیم، در میاریم. بعد برنجیتون رو یه خورده گرم میکنیم که دیگه تاب ور نداره. نگاه میکنید برنجیتون قابل استفاده باشه، وگرنه کامل پره برنجی رو هم عوض کنیم. این تو فشاریات خیلی تاثیر داره دوستان. دو تا پیش گوشتی دو سو زد می‌داریم. ببینید دوستان، قشنگ، آسون، خیلی راحت، نمیخواد ضربه بزنید، هیچی نمیخواد. دیدیم به چه راحتی در آوردمش. الان ببینید دوستان، بهتون نشون بدم پیروفنرش و قسمت‌های برنجیشو. ببینید به چه وضعیه. بعد یه خار داره اینجا، این خار رو در میاریم. نگاه کنید دوستان، این خار رو من در آوردم، میذارم کنار. ببینید دوستان، ببینید کامل یه خار دو چشمی دیگه داره، کامل داغون شده. بعد این قسمت میشه پیروفنرش، درش میاریم. ببینید دوستان به چه وضعی شده. ببخشید پرتاب شد رو شاگردمون، خورد به صورت شاگردمون. مواظب باشین از این کارا شما انجام ندین. آره، الان ببینید دوستان، تا این مرحله که رسیدیم، هنوز ببینید این کله‌ایمون خیلی